چت جی بی تی سلام علیکم. با سلام میخواستم یک سوال بکنم، هرگز نگید باشید. و علیکم السلام. بله حتما. هر سوالی ام که درباره دین چیزا میفهمی نمیفهمی؟ حال پرسان کنم تو کفر هستی یا مسلمان؟ من یک مدل زبانی هوش مصنوعی هستم و خودم دین یا اعتقاد شخصی ندارم. ولی مردگه به دین هسته و درباره دین میفهمی مست پرسان کنم یا که کاملا درک میکنم. بله من اطلاعات کلی درباره دیدگاه‌های دینی رو دارم و یک سوال بسیار مهم داشتم ایرا برام پرسان کو که فقط در دین شیعه و سنیش فرق نمیکنه، فقط برام بگو که کدام مولا کدام پیامبر گفته باشه همون به من درست است. امی کسی که پایش درد میکنه متوجه اجازه بام بیاده نه امی پایم درد میکنه هم تو خوب فول درد میکنه. کسی که پایش درد میکنه اجازه داره یک روز روزه رو بخوره، زیاد هم نه. بله توی فقه اسلامی معمولا اگر فردی به خاطر درد یا بیماری نتونه بیمار نیستم، خیال لنگ لاش کردی مرا مردگا. منظور من یک پای من درد گرفتم تو. آها متوجه شدم دیگه. بله اگر فقط به خاطر درد پا باشه و بله. حالت عمومی بد نباشه معمولا مجاز نیست که روزه رو باطل کنه. با قرآنی نمی این بدین هست با قرآن نمی